بازیگرانی که بیماری خاص دارند. سینمای ایران بازیگران و هنرمندان معروف زیادی دارد که برخی از این هنرمندان با بیماری خاص دست و پنجه نرم می‌کنند و اغلب تحت درمان هستند، اما با این وجود به فعالیت هنریشان ادامه می‌دهند. در اینجا با تعدادی از این هنرمندان آشنا میشیم. پس لایکو بزنین و همراه هم باشین. ترانه علی دوستی. او در مصاحبه‌ای از بیماری خود پرده برداشت و اعلام کرد که از بیماری کلاستروفوبیا رنج میبرد و به بیماری تنگناهراسی حاد مبتلا است. کلاستروفوبیا یا ترس از محیط بسته به ترس از گیر کردن در یک مکان تنگ و راهگریز نداشتن گفته می شود. فرد مبتلا به این عارضه مثلا سوار آسانسور نمی شود یا از ورود به تونل می ترسد و اگر این کارها را بکند مضطرب خواهد شد و احساس خفگی خواهد کرد. به عنوان نمونه ترانه علی دوستی اعلام کرده که به خاطر این عارضه نمی تواند از اتوبوس یا مترو استفاده کند. گوگوش. این خواننده مدت هاست به بیماری پارکینسون مبتلا است و حالا در مواجهه با این بیماری به مرحله جدیدی رسیده که تارهای صوتی این خواننده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما بیماری پارکینسون، این بیماری پس از آلزایمر شایع ترین بیماری مخرب اعصاب به شمار می رود. پارکینسون یک اختلال عصبی است که بر حرکت تأثیر می گذارد. این بیماری بر اثر از بین رفتن سلولهای ترشح کننده‌ای به نام دوپامین رخ می دهد که نقش مهمی در تنظیم حرکت بدن دارد. مجتبی پوربخش. مدتی قبل بود که مجتبی پوربخش مجری و تهیه کننده سابق شبکه ورزش با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصیش اعلام کرد که حدود 2 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. او میگوید یکی از دلایلی که از آزمایش و درمان فرار می کنم اینه که حال روحیمو بد می کنه. حمید لولایی. این بازیگر پیشکسوت که با سریال زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان و با نقش خشایار مستوفی به اوج شهرت رسید، متاسفانه سالهاست به بیماری پارکینسون مبتلا است و این بیماری کاملا در حرکات این بازیگر مشهود است. محمد شیری. محمد شیری بازیگر پیشکسوت سریال‌های مهران مدیری متاسفانه چند روزی است که به خاطر ابتلایش به بیماری سرطان خون در بیمارستان بستری است و تحت مراقبت‌های ویژه میباشد. او در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که چند سالی است با بیماری سرطان خون مبارزه می‌کند و سرطان نمی‌تواند او را شکست دهد. او آخرین بار در سریال جیران به کارگردانی حسن فتحی بازی کرده بود. بهناز نازی. بهناز نازی یا همان ننه آشوب سریال جیران که در دل بیننده وهم و آشوب هم به پا کرد، از ابتلایش به بیماری سرطان خبر داد. او متولد 12 دی ماه 1346 در تهران است و همکنون 56 ساله است. صاحب یک فرزند پسر می باشد. او امسال با انتشار تصویری از سر تراشیده خود اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده. او نوشت دردها فراموش می شوند اما همدردها هرگز. دوستان، اگه شما هم بازیگر دیگه ای می شناسید که بیماری خاصی داره توی کامنت ها برامون بنویسین. آرزوی سلامتی داریم برای همه این عزیزان. ویدیوهای پیشنهادی رو هم ببینید و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.